مسئله مالک متصرف بسیار مهم است در عقیده. بسیاری کسا نمیفهمند. بسیاری کسا نمیفهمند چه قسم متصرف است. سعی کنین آسان من مثال بزنم. اکثر نمیدری براست خدایا را هدایت کنه. در موتر طرف شمالی سوار شده یگان تاکسی یگان موتر دریور بگو دریور سای خوب خوانده نمانده شانگکایش هم شورک میخوره کلاگکش هم صاحب کوریشکش هم یک مامیش شانه نکده قرمه بوی میته سایبی خوانده نمانده برش بگو که دریور جان به خاطر الله موسیقی حرام است. در یک پارچه موسیقی 20 تا گناه است. در یک پارچه موسیقی 20 تا حرام است. یک وقت من در موسیقی تحقیق کردم 10 تا گناه حرام کشیدم. یک دو هفته بعدش 14 تا برآمد. اون روز دیگه که فکر کردم که چند تا شاگردا که شیشیم سنجیدیم یک 4 تا ما چند دیدیم این 20 تا حرام شد در یک پارچه موسیقی. خب برش بگی که برادر در این پارچه موسیقی که تو ماندی در این 20 حرام است و تو چرا این کارا میکنی؟ برو برادر حال خب وقت طالبان نیست که حالا آمدی سر ما شما چی میکنید؟ خب به خاطر الله موسیقی را بند نمیکنه. اما سعی کو عقیده مالک متصرف بودن زیارتی که در راه شمالی است. دمی پیش زیارت که رسید تق گل میکنه. خلیفه جان بان که نو مارش برداشته پدر موتر چپه میشه. یعنی مالک متصرف از این موتر کی شد؟ کی شد بگویم؟ شد نشد؟ یعنی اگر موسیقی را بانه الله موترش چپه نمیکنه. با او به احترامی کرد موترش چپه. اما اگر بر ازمی زیارت که دمی لب سرک است بر از اینجا سازش چالان بود باز این موترش چپه میکنه این نفقیش خراب میکنه. یعنی او بیچاره دریور نمیفهمه. او بیچاره دریور نمیفهمه. چرا؟ به خاطر که دریور بیچاره وقت پیدا نکرده که سیدی ها یا کست های عقیده را بشنوه. اگر یک مرتبه اینمی درس برش گفته شود من مطمئن هستم که کارا نمیکنه. لکن او بیچاره نمیفهمه.